اگر رفت تو شخصی که مثلا در ماه شریف رمضان گفته با کسی قهری بود، خب یا که قبل از ماه شریف رمضان قهری بود، در ماه شریف رمضان یعنی که با هم آشتی نکردن، خب شب قدر آمد همون شخص مثلا ماه رمضان رو با دعا و نیایش سپری کرد، آمد در شب قدر رسید، خب در شب قدر مثلا با همون شخصی که یک کینه و کدرت داشت یعنی که باز آشتی نکرد، بعد ان قدر عملهای خیر انجام دادن، پس ما میتونیم گوییم نماز و روزه آن یا که شب زنده‌داری آن نزد پروردگار قبول است. در یکی از حدیث‌های درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه ان يدع طعامه و شرابه لله. کسی که سخنی بر دروغ رو ترک نمی کند و العمل به و با اون عمل می کند و الجهل یعنی خود را به نادانی می زند و همون ارکان شریعت شرط و شروط ماه رمضان رو بین و بر نمی گیرد، هیچ حاجتی نیست که پیش پروردگار روزه گرسنه بگردد یا تشنه بگردد. اصلا در پیشگاه پروردگار هیچ مقام منزلتی ندارد. در یکی از حدیث‌های قدسی آمده است بخصوص در خصوصی مثلا پیوند خویشاوندی. پروردگار به ذات خودش میگوید که اینی خلقت الرحمه و شققت لها اسما من اسمی فمن وصل وصلته و من قطع قطعته. این مردم بدانید و آگاه باشید که من پروردگار شما هستم، رحم را آفریدم، نام نداشت، یکی از نامهای خودم را، این پروردگار رحیم است، بر رحم گذاشتم. فمن وصلها وصلته، کسی با کسی قاری نیست، من با او هستم، او را میشنوم، او را میبینم، دعاش قبول میکنم. فمن قطعها قطعته، کسی که قاری است هیچ طاعت عبادت ندارد، رشته پیوند رو من از اون میبرم اگر چند میلیون ندا و استغفار داشته باشد. پس خلاصش همین است، آدم قاری نه رمضان دارد نه شب قدر دارد و در طول عمر خیر نیکیش به درگاه پروردگار قبول نمی شود، نابسته به اینکه کی گناهگار است. به مثال دیگر، یعنی تمام حدیث هایی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده است که غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، کسی ماه مبارک رمضان رو، کسی که شب قدر رو با از روی ایمان احتساب روزه بگیرد تمام گناهاش مغفرت میشد. در حج تمام گناهها مغفرت میشن. همین لفظ از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. باید بدانیم و خوب آگاه باشیم که همون گناهی که در نزد پروردگار است مغفرت میشود، نه در گناهی در نزد انسان است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جنازه آدم خرزار را نمیخواند و روز جنازه پیش آوردن، نزدیکترین انسان برای مرد همسرش است. از همسرش پرسیدن، گفت که قرضدار است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت من جنازه ای را نمیخوانم. پس یکی از صحابیان جلیل القدر گفت یا رسول الله، من اینو به ذمه میگیرم. قرض رو به ذمه گرفت و جنازه رو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گذاشت. روز یکم پرسید قرض چی شد؟ گفت ولی فرصت نشده است، ادا نکردم. گفت قرض برادر چی شد؟ قرض برادر چی شد؟ 3 روز پای هم. گفت نه دستم نرسید که ادا کنم. روز چهارم گفت قرض برادر چی شد؟ گفت یا رسول الله امروز ادا کردم. گفت الان یبرد جلدو، امروز یعنی با ادای قرضش امروز روحش خاطر جمع شد و الا در عذاب علیم گرفتار بود. این چی معنا دارد؟ در شریعت اسلامی عهد هیچ اعتباری ندارد، وفای به عهد اعتبار دارد. برای همین یکی از آیات‌های منافق همین است، علامت‌های منافق شناسی همین است که وعده رو دروغ میگه. پس کسی که این 3 علامت دارد، وعدهش رو وفا نمیکند و یکی از این علامت این است که وعده رو وفا نکند. پس برمیگردیم به اون سخنی که کسی قاری است باید بداند و خوب آگاه باشد که در پیش پروردگار نه اینکه عمل ندارد، وجود ندارد. پروردگار میگه که هیچ رحم شفقتی نسبت به تو ظاهر کرده نمیتونم. چرا؟ چون که خودت مناسبتت با من نیست، مناسبتت با خلق من درست است. از نگاهی اگر در پیش پروردگار گناهگار نباشد، در پیش مردم که گناهگار است، در روز قیامت هم پروردگار میگه در نزد به گناه نداری، باید برای کسی را راضی کن که در نزد او گناهگار استی. در یک خطاب دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه در همین زمینه که اتدرون من المفلس، یعنی اگر ما در نظر بگیریم تمام فضیلت‌های مبارک رمضان که درهای بهشت گشاده است، درهای جهنم بسته است، خدا از این راضی است، شب قدر است، اعتکاف است و جایزه پاداش مستقیم پروردگار است در روزه‌دار، تمام فضیلت‌ها را اگر جمع کنیم
در یک حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله در ترازو بگذاریم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه اتدرون من المفلس؟ ای مردم شما میدونید که مفلس کی است؟ میگن مفلس در بین ما کسی است که دینار و درهم نداشته باشد. میگن نه، مفلس در بین شما کسی است که روز قیامت انبوه خیر و احسان دارد، مثل کوه احد اجر و پاداش دارد، لیکن این رنجانده است، اون را تحقیر کرده است، این را غیبت کرده است، اون را تهمت کرده است، از ثوابای این گرفته به مردمی که اونا در حق اونا کم آمده است از ثواب این گرفته تقسیم میکنن و ثوابش که تمام شد از گناههای اون گرفته در این میگذارن. با وجود کوه احد اجر پاداش داشتنش مفلس و نادار و ناچار میماند و در جهنم افکنده میشود. پس قاری بودن یکی از مثال‌های است که کسی قاری است در پیش پروردگار هیچ اجر پاداش و هیچ رحم و شفقت از جانب پروردگار نسبت به کس نیست. خب امیدوار هستیم که این لحظه کسانی که مثلا قهری بودن شاید که انگشتی پشیمانی گیرند، ولی کسانی که اگر رفت و با کاری مثلا انسانی است در حالت هایی که رفت و با هم یکی نافهمی شد بین دو نفر، خب از نگاه شرعی قهری بودن تا چند روز مثلا اجازه داده شده است؟ در حدیث های دربار رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که قهری بودن تا 3 روز است، اما قهری 1 ساعت بودنش هم جایز نیست. فقط 3 روز برای عتاب است که به حال خودش گذار، کسی شما را رنجانده است، ملال خاطر شده است، تا 3 روز که به فکر به حال خودش گذار که تفکر کند، تدبر کند، اندیشه کند، پس بگردد که قیامت دارد، خدا دارد، قبر دارد، که مبادا اگر از دنیا گذرد این در قیامت گلوگیر دامنگیرش می شود. به حالش گذار که اندیشه کند و الا قهری بودن هیچ جگاه کار خوبی نیست. پروردگار دلیل چی است؟ با صلح و خیر. پروردگار در قرآن میگوید که این سازش همیشه نیک است و برکت است و فضل است و در تعلیمات شریعت آمده است که از 3 روز زیاد این کار جایز نیست.